Artificial Intelligence AI شاخه‌ای از علوم کامپیوتر است که هدفش ساخت سیستم‌هایی است که بتوانند مانند انسان فکر کنند و یاد بگیرند. هوش مصنوعی به ماشین‌ها اجازه می‌دهد کارهایی مثل تشخیص تصویر و پردازش زبان را انجام دهند. سرچشمه هوش مصنوعی به دهه 12 برمیگردد، زمانی که آلن تورینگ درباره امکان تفکر ماشین‌ها صحبت کرد. جان مک‌کارتی نخستین بار اصطلاح هوش مصنوعی را در سال 1930 در کنفرانسی علمی به کار برد. امروزه هوش مصنوعی در پزشکی، خودروهای خودران و ربات‌ها استفاده می‌شود. هوش مصنوعی بر پایه الگوریتم‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق کار می‌کنند که به سیستم‌ها اجازه یادگیری از تجربه را می‌دهد. این فناوری آینده دنیای دیجیتال را دگرگون خواهد کرد.